وزارت امور خارجه آمریکا با نشر گزارش سالانه‌اش درباره آزادی‌های مذهبی در جهان، تاجیکستان را در ردیف کشورهای قرار داده است که حقوق دینی مردمش را پایمال می‌کند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش امساله آمریکا چون گزارش‌های قبلی وضع واقعی آزادی‌های دینی در تاجیکستان را بیان نمی‌کند و درست نیست. در گزارش سالانه درباره آزادی‌های مذهبی در سال 2021 که روز 2 ایول نشر شد آمده است، با وجود آنکه قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان حق داده است که هر گونه دینی را پیروی و یا رسم و رسوم‌های آنها را اجرا و رعایت کنند، مقامات و دیگر قانون‌ها این حق و حقوق مردم را محدود می‌کنند. واقعاً چنین است در تاجیکستان و چنین چی پیامدی داشته می‌تواند؟ این سوال و سوالهای دیگر موضوع امروز گپ آزاد است و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده محقق شعبه مسائل فلسفه دین اکادمی علم‌های تاجیکستان و محمد سعید رضایی روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان از خارج کشور. خوش آمدید به برنامه ما. در گزارش آمریکا درباره آزادی‌های دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت‌های دینی تغییری چندانی نکرده است، یعنی به آنها اجازه نمی‌دهند رسم و رسوم دینیشان را آنگونه که می‌خواهند اجرا کنند. محترم شیرزاد عبدالله‌زاده، شما به این حرفا چی میگویید؟ راضی هستید؟ مرحبا، از شما شروع می‌کنیم. سلام علیکم و همه با عرض احترام به همه شما و شنوندگانتون. خب با تشکر به آن که دعوت کردید برای این برنامه. عرض کنم که من آمادگی داشتم وضع دینی در تاجیکستان، وضع معارف دینی که به من نزدیکتر است بیشتر صحبت کنم. حالا که این سوال را دادید، عرض کنم که امریکا امروز ماهیتش در سطح جهانی آشکار شده است. او میخواهد معلم تمام دنیا باشد، ولی راهنمای معلم تمام دنیا باشد، لیکن از خودش وضع داخلی خودش بیخبر است. سالهای آخر ما میبینیم که چه وضعیتی در خود امریکا دارد. استاد خواهش میکنم این موضوع کاملا دیگر است، مسئله داخلی امریکا. بهتر است به این سوالی که ما گذاشتیم پاسخ دهید. مرحبا. این سوالی که شما گذاشتید به این مقدمه نمیشه، برای آنکه نه اینکه درگیری با تاجیکستان و جمهوری تاجیکستان داره، درگیری با تمام دنیا داره امریکا. ما خوشبختانه با وجود آنکه در این چند سال مدت کوتاه استقلالی با درجه رسیدیم که در حمایه حقوق و آزادی و قانون دین تا این دوره نبود. حتی در دوره پیش از انقلاب سوسیالیستی هم چنین وضعیت وجود نداشت. در 70 سال دوره شوروی ما سیاست سراسر بیدین کردن، اتیست کردن، جمعیت سراپا بیدینی را در برنامه حزب حاکم داشتیم. خوشبختانه از آن بیرون آمدیم و این همه تاریخ نمیتواند بی تاثیر باشد به وضع امروزی ملت یا که به سطح دینداری امروزی شهروندان تاجیکستان. تشکر. یعنی استاد شما گفتنی هستید که در تاجیکستان یعنی هیچ حق و حقوق دینی دینداران زیر پا کرده نمی شود، محدود کرده نمی شود. شما همین حرفا رو میخواهید بزنید؟ بله، لیکن یک چیز عرض کنم که امروز در دنیا یگان کشوری نمیابه که 100% همه قانونهای مشروع انسانی را رعایت کرده باشد. و میگویند که اون کسی که از پس عاقل از پس نقد نمیرد. ما اگر از زیر ناخن چرک جویی کنیم بسیار است، ولی مهم همین که عاقل آن است که اصل کل واقعه را میبیند که در وضعیت امروز تاجیکستان چه حالت دارد. ما شهروندان ما در این کشور زندگان کردستان، من ناراضگی آنها را، اعتراض آنها را چقدر که در کشورهای دیگر میبینیم ندیدم و احساس نمیکنیم. تشکر. محمد تشکر زیاد. محمد سعید رضایی، شما به حرفای استاد عبدالله‌زاده راضی هستید؟ نظر شما چی است به این سوال و جواب ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه برای شما سلام و برای بینندگان
عزیزتان در این شبکه و برای مهمان عزیز داملا شیرزاد عبدالله زاده سلام. البته قبل از اون که من نظر خود را در آنچه که داملا ارائه فرمودند بگویم، میخوام یک مقدمه ای را در رابطه با آزادی بگویم. البته همه انسان های دنیا قطع نظر از اندیشه و گرایش و دین و مذهب آزادی را یک ارزش میدانند، ارزشی که شکوفایی استعدادهای انسانی در سایه آن امکان پذیر است و در مقابل محدودیت می ایستد. محدودیت نه تنها منفورترین چیز در نزد بشری هست، بلکه یکی از ریشه های اساسی در مشکلات انسانی، همین جنگ و جدال و ناراضیگی ها هم از همین محدودیت ها به وجود می آید. تجربه بشری در طول تاریخ نشان داده است که بیشتری خشونت ها، تندروی ها و افراطگرایی ها از محدود ساختن انسان ها در آزادی هایشان ریشه می گیرد. این آن معنا را می دهد که انسان ها در اندیشه و عقیده، در گرایش و مذهب باید آزاد باشند و کسی حق ندارد در این مسئله ها برای آنها محدودیت ایجاد کند. این است یک مقدمه بود درباره آزادی. اما درباره آنچه که داملا شیرزاد عبدالله زاده ارائه فرمودند، بله، من نمیتوانم که با آنها موافق باشم، زیرا اینکه خب همان گونه که ما میبینیم این نگرانی ها جای دارد. حالا ما از یک کشوری که در داخل او آزادی ها محدود هستند یا اینکه حقوق پایمال کنی ها وجود دارند شرط نیست. یعنی برای ما مهم این است که در کشور ما چنین محدود کردن آزادی ها وجود دارد و این نگرانی خواه امریکا باشد یا اینکه کشور که دیگر کشورهای جهانی یا سازمان ملل و نهادهای حقوقی را باشد به وجود آورده است. حالا ببینیم در قانون اساسی تاجیکستان آمده است که شهروندان حقوق متحد شدن دارند. شهروند حق دارد که در تشکیل حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های کسبی و دیگر اتحادیه‌های جمعیتی اشتراک نماید و اختیار بکند. خب خودش اختیار داشته باشد و دولت کفیل حفظ حمایه حقوق شهروندان هست. حقوق و آزادی های انسان و شهروندان را دولت اعتراف و رعایت و حفظ میکند. در قانون ما آمده است که انسان حقوق و آزادی های و ارزش عالی می باشند. بر اساس این و دیگر سندهای حقوقی همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی، قانون درباره آزادی های دین و معیارهای دینی و معیارهای حقوقی بین المللی هستند و این چیزها در کشور ما واقعا وجود دارند. تشکر. محترم شیرزاد عبدالزاده، این را هم میگویند که حکومتی که آزادی‌های دینی یک حقوق مقدس انسان را محدود میکند، در زیر پا کردن دیگر حقوق‌های سیاسی و اجتماعی هم دیگر استحاله نمیکند. شما به این سوال چی میگویید؟ مرحمت. عرض کنم که گفته‌های همصحبت ما بسیار عمومی بود. خب دلیل مشخص نداشتید. من آمدگیم در اینجا در این موضوع نبود، در این بحث نبود. آمدگی این چی نداشتم. برای من گفتم که وضع دین در کشور تاجیکستان، من فقط یک ساحه، اگر خواهید صحبت را ادامه دهیم، یک ساحه وضع دین ساحه‌های زیاد داره، موضوعهای زیاد داره، موضوع سیاسی که موضوع اقتصادی، موضوع گویم بین المللی و غیر. موضوع یکی از موضوعهای دیگرش موضوع معارف دینی در کشور ما
چی حالت داره در همین باره. لیکن در رابطه با اون چیزی که تا اینجا گفته شد همین رو گفتنی هستم که ما در این 20 سال مثلا به نزدیکی روز وحدت ملی میشد 25 سال گذشته است. بعد از اون 25 سال 5 سال هم تا بازسازی، در این 20 سال ما زمینه حقوقی قانونی آزادی دینی را تامین کردیم و عملی شده ایستاده است. خب من قضاوت کردن آن نیستم که برای آنکه بفهمیم که وضعیت این قانون ها، گزارش این قانون ها اجرا میشد یا نمیشد، باید کار علمی بود. از هوا گرفته همینطور گپ زدن نمیشد. باید تحقیقات سوسیولوژی جامعه شناسی گذران، اونا آموخت و با فکت و دلیل گپ زد. برای همین من در صحبتی که تا اینجا شد فکت و دلیل نمیبینم و خودم هم به فکت و دلیل به برهان و صحبت کردن نمیخوام در این موضوع. دیگر این که با حلوا گفتن دهان شیرین نمیشد. بسیار مسئله هایی هستند که حالا کمبودی دارن، ولی ما این رد نکردیم که کمبودی در جامعه ما وجود ندارد. در برآمدهای پرزیدنت هم همه وقت خصوصیت انتقادی دارد و راهی از محترم پرزیدنت راه از این کمبودی ها برآوردن را جستجو کردن را طلب میکنن. و گذشته از این ما اون مشکلی هایی که امروز داریم فقط مشکلی در دوری پس از استقلال یا که پیش از استقلال حتی در 70 سال دوری شوروی به وجود آمده نیست. در ساحه معارف و در ساحه مثلا آزادی دینی، مثلا احمد دانش که از دانندگان همون دوره دین و معارف دینی اسلام در آثارش نوشته است که در این دوره بجای مطالعه سرچشمه‌های اساسی اسلام به خواندن شرح به حاشیه فلان و حاشیه به شرح فلان معمول بود و اصلا سرچشمه‌های اسلامی قرآن و حدیث‌های پیامبر درست آموخته نمی‌شدند. ما امروز امکانیت داریم آهسته آهسته شروع کردیم تا اینکه مردم ما تشکلی شعوری سالمی دینی داشته باشند. ولی از دیدگاه دیگر اگر نگاه کنیم آقای رضایی، این هم هست که بعضی از گروه ها پشت نام آزادی دینی به هر کاری که میخوان دست میزنن و حکومت میگه برای همین باید لجام چنین گروه ها رو بکشن. به این شما چی میگویید؟ مرحبا. بله، من هم کاملا طرفدار این که فرق ندارد که هر بدکار یا اینکه بدتینت یا اینکه دهشتگر پشت خود دین باشد یا پشت کدام حزب و سازمان باشد یا اینکه پشت کدام ملت نام ملت و دیگر چیزها باشد باید پیش اونها گرفته شود. ولی من حالا نمیخوام که در رابطه با این موضوع فلسفه گویی زیاده بشود. من نمیدونم که مسئله خب رای پرسی یا اینکه مرکزهای تحقیقاتی که در غرب یا در دیگر کشورها هستند با اون چیزی که در تاجیکستان هستند فرق دارند یا اینها درست‌تر هستند و آنها اون مرکزهای تحقیقاتی و نظرسنجی ها اونها هستند خب نادرست یا اینکه به صورتی ساخته. من این را نمیدونم که معیارش چی است و کدام است و از کدام نقطه ما میتونیم بگیم که این کار ما درست است و اون چیزی که اونجا گفته می شود ناآموخته و با دیگر راه است. ولی باید ما اون چیزی که ما سند میگیم یا اینکه عمومی گویی میکنیم ما از عمومی نگفتیم، ما از قانون سرقانون کشور در رابطه با آزادی های دین یا اینکه آزادی های دینداری خوب صحبت کرده ایستادیم. برای همین من باید بگویم که سندهای حقوقی سندها یعنی بر این اساس، یعنی اساس اون چیزی که من درباره سرقانون کشور یادآور شدم، بر این اساس و دیگر سندهای حقوقی همه همین محدودیت ها، یعنی وجودی محدودیت که در تاجیکستان وجود دارد، این را باید ما این کار نکنیم. اگر ما این کار نمیکنیم میتونید مثالای مشخص بیارید؟ خواهش میکنم. میگویم
یعنی این چیز وجود دارد و همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی هستند. قانون درباره آزادی های دین و معیارهای دینی، یعنی دینداری هم یک معیار از خودش دارد و این محدودیت ها مخالف بر آن چیز هستند. خب و معیارهای حقوقی عمومی بشری. شما محدودیت میگید کدام محدودیت ها خواهش میکنم مشخص تر؟ مثلا ببینید، حالا من شاید که یادآور بشم. ببینید یعنی منع اذان از بلندگویک ها، خب منع کردن ریش از محاسن از مردها، خب منع شدن ستر زنها، خب کودکان نورست را به مرکزهای تعلیمی دینی بردن، یعنی منع کردن، خب و همین گونه منعه ها خیلی زیاد هستند. ولی من اینجا برای اینها چنین گفتنی هستم که اشتباهی مقاماتی کشور ما اساساً در این باره، در این محدودیت ها در آن است که مفهوم دنیویت، تروریست، دهشتگرا، اکستریمیست یا افراطگرایی را با دین و دینداری مربوط کردند. تشکر. استاد عبدالزاده، شما به این حرفای محمد سعید رضایی راضی هستید؟ در مسئله داشتن ریش، ستر، این محدودیت ها شما چی نظر دارید؟ من عرض میکنم که این صحبت ها اگر و ساده کرده گوییم و صحبت های بی پایه هستند. یکم این که از موضوع در منطق یک قانون هست، از قضیه دور شدن، از قضیه مورد بحث دور شدن، این نشانه از منطق به نصیب بودن است. ما درباره وضع امروزی دین در تاجیکستان و در مقایسه با اون چیزی که تا پیش داشتیم صحبت آرسته داده ایم و تاجیکستان تازه استقلال به دست آورده است. ما اگر در فکری جستجوی هم چیزانی که گفتم چرک در زیر ناخن نباشه، مخواهیم که این ملت پیشروی کند، ما باید که مسئله های عمده کلی امروزی که در پیشرفت ملت، نه تنها در پیشرفت معنوی ملت، در پیشرفت اقتصادی سیاسی ملت نقش بازیده میتونه، در اطراف آن صحبت کنیم. لیکن در مسئله تعلیم و تربیت کودکان اشتراک کردن در مسجد یا که در چی، من یک چیز از نقطه نظر اسلام میگم، عبادت این تنها در مسجد رفتن و خم شدن و راست شدن یا که در خانه خم شدن عبادت، ما این یک موضوع خیلی وسیع است که میتونیم یک بحث کنیم که اصل عبادت چیست. خب از گذشتگان ما گرفته تا امروز بحث های زیادی در این چی هست. حدیث ها هستن که 1 ساعت تعلیمی یا علمی گرفت، علم آموختن از چند سال یا چند صد سال عبادت بهتر است. من حاضر متاسفانه این حدیث ها زیر دستم نیست، لیکن شما میدونید که چون حدیث ها هستن که علم آموختن و با معرفت مشغول شدن خودش عبادت است. کار کردن و آباد کردن عالم خودش معرفت است. انسان را خدا فقط برای عبادت کردن نآفریده، هرچند که یک چنین آیتی هست، این عبادتی که در آن آیت هست خیلی معنی وسیع دارد. ببینید، حالا مسئله ریش و حجاب سالهاست که بحث می شود و در گزارش، خصوصا در گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که هنوز هم به بعضی ها برای این لباس و ریششون ایراد میگیرند. نظر شما در این باره چی است؟ به این مسئله میخواستم شما اظهار نظر میکردید. نظر من بر ریش و حجاب، بله، چی گفته؟ یعنی هنوز هم در تاجیکستان طی چند سال است که ساکنان را برای داشتن ریش و حجاب و ستر و چیزا تعقیب میکنن از طرف کارمندان امور داخله، آنها را جزا میدن، مجازات میکنن. به این مسئله شما چی میگوید؟ من به فکرم که جواب دادم، گفتم که من برای آنکه به این سوال جواب دهم مدرک در دستم داشتم در کار که کدام در کجا این حادثه شده، چه شده، چند بار این حادثه شده است، من چنین مدرک ندارم و
وضعیت امروزی تاجیکستان هم نشان میدهد که کسی با اعتراض با چنین برآمد نکرده است. این یک. دوم این که بعضی اگر خادمانی یا که مسئولان ساحه چنین کار کرده باشن، این معنی آن را نداره سراسر تاجیکستان همین وضع حکمران باشد. دیگر این که من عرض کردم که ما باید از پس مسائل کل باشیم. این ریش داشتن و نداشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند. حجاب داشتن ماهیت انسان را افاده را نمی. بله تشکر. جناب محمد سید رضایی، شما به همین حرفایی که استاد گفتن چی نظر داره در همین موضوعی که در همین سوالی که ما در میان گذاشتیم؟ بله، من قبلا هم گفتم که اگر مهمون شما که رفیق ما هست، داملا هم هستن، مثل که از تفسیر و از خوشبختانه چیزی هم درباره فلسفه قرآن نوشتن و من هم داملا هستم. اما موضوعی که در اینجا هست مربوط به بیان کردن چی مقدار معلومات از قرآن داشتن یا اینکه نداشتن، یا مفهوم دین را به صورت فلسفی یا اینکه به صورت دیگر بیان کردن نیست. اینجا یک مشکلاتی در کشور ما هست که نمیدونم، داملا میگویند که من نمیبینم که کدام نفر یا داملا یا کدام کسی بالای اون محدودیت جاری شده باشد یا در تعقیب باشد. خودی من یک داملا هستم، بیرون از کشور هستم و خب محدودیت از چی میگن جبر یا که از ستم یا بر اثری همون محدودیت ها، بر همون تعقیب و فشارها در اینجا من ایستادم و امثال من ده ها شاید صدها به هزارها برسد از دانشجویانی که در خارج خواندند و معلومات دینی گرفتند. همه اینها نشانه از اون میکنند که یک مشکلی در کشور ما بر دین و دینداری وجود دارد. خب حالا درباره مسئله اینکه ریش یا اینکه حجاب یعنی مسئله کلی یا اینکه ماهیت اساسی دینداری نیست، بله من به این موافق هستم، اما این یک بهانه آن چیزی که در رابطه با ریش یا که در رابطه با حجاب مقامات کشور پیش گرفته است، بهانه برای سرکوب کردن دینداران و دینداری هست و اون هم زیر حمایه از چی؟ از ارهاب، نمیدونم، از اکستریمیست، از تروریست. و الا یک نفری که ریش دارد یا یک خانومی که یک بانوی که حجاب میپوشد، این چی ارتباطی با ارهاب یا اینکه با ترقی و رشد اقتصادی و خب مدنی کشور هست که دیگر کار نباشد، فقط باید که همین کار گرفته شود. علت اینجا است، بحث سر این است، نه درباره اینکه ماهیت یک انسان یا که ماهیت یک دین خلاصه می شود در ریش داشتن یا اینکه در حجاب کردن. سیاست شناسان و جامعه شناسان میگن که محدود کردن حقوق دینی، آزادی‌های سیاسی و اجتماعی از جمله آزادی بیان و گردهمایی و حتی آزادی اقتصادی را زیر خطر میگذارد. چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان بهبود یابد؟ خواهش میکنم خیلی کوتاه. محترم جناب عبدالزاده از شما شروع میکنیم. مرحبا. این سوال خیلی خوبه، سوال سر موضوع است. ما میدانیم که کمبودی ها هستن، نارسایی ها هستن، جای تکمیل و تکامل دادن مناسبت با دین وجود دارد، ولی به تدریج همه کار پیش می رود. همه چیز با یک گفتن اجرا نمی شود. خب ما هم سعیمون در آن است که هم تعلیم دینی هم تعلیم سیاسی ملت را، افراد ملت را بر سطح بلندتر برداریم. من عرض کردم که ما همگی 30 سال دوره استقلالت داشته باشیم، از این 5 سالش جنگ، بعد از این 5 سالش با بازسازی همگی میماند 10 سال که کوشش کرده سادیم چی؟ با همین 10 سال ما به همین سطح رسیدیم. از کوششی
از بین بردن دین امروز ما کوشش کردیم دین را همچون یک جزء فرهنگ و بله. فرهنگ و مدنیت ملی قبول کردیم و بزرگان ساحه تاریخی ساحه دین در تاریخ را ارزگذاری کردیم. تشکر استاد. حالا برمیگردیم به مصاحبه دیگرمون. محمد سعید رضایی شما چی نظر دارید؟ چیکار باید کرد که این مسئله رو به بهبود نهند؟ خواهش میکنم خیلی مختصر. راه اساسی رشد اقتصادی ما، رشد مدنی ما، وحدت ملی ما در این است که خب ولایت قانون در کشور وجود داشته باشد. سرقانون ما کدام مشکلاتی ندارد. آنچه که درباره آزادی و انسان، حقوق‌های دینی گفته شده است، در اینها هیچ مشکلی نیست. اما کمیته‌های اجراییه، وزارت‌هایی که دایر به این اجرای این کارها هستند، حکومت‌های محلی هستند، کسانی که خب با زیر قانون‌هایی که قبول کرده شده است مانع تطبیق چنین یک سرقانونی بزرگ می شود. تشکر زیاد و بینندگان عزیز در همین جا گپی آزاد رو به پایان میبریم. سپاس که با ما بودید. مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علمای تاجیکستان و محمد سعید رضایی روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان مهمانی برنامه بودند. واقعا خود شما هم اگر موضوعی رو میخواهید که دربارش بحث کنیم زیر همین برنامه نویسید و کی را دعوت کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر. من میرزا نبی خالقزاد بودم. خدا نگهدار شما.